حضرت ابوبکر میگد بر آمدن در حالت گرسنگی. حضرت عمر هم گفتن قسم به عظمتی بزرگی خدا که ای ابوبکر ای یار اول پیغمبر، من هم گرسنه ماندم از خانه بیرون شدم. کمی میگه از بین گذشت، یک مدت گذشت که آفتاب تابان پیغمبر خدا از خانه بیرون شدن. نگاه کردن که یار اول و یار ثانی ابوبکر و عمر، سردارهای پیرانسالهای اهل جنت در آفتاب تابان در بیرون ایستادند. پرسان کرد ابوبکر عمر در این گرمی تسبان شما را چی وادار کرد که بیرون از خانه شین؟ گفتن رسول اکرم جای شرمش نیست، قسم به عظمتی بزرگی خدا که ما گرسنه ماندیم، چیزی در خانه یافت کرده نتانستیم. رسول اکرم میگه گریان شدن، گفتن ابوبکر عمر قسم بر آن ذاتی که جان محمد در دست اوست، من هم باعث همین از خانه بیرون شدم، من هم در خانه چیزی نیافتم. بسیاری مردم شکایت میکنند از پروستاتا، خنک گرفتگی، یعنی که همخوابگی. ما به همه شما توصیه میتیم یکی از داروهای گیاهی که از گیاه آماده شدگی است با نام پهلوان. این برای خنک گرفتگی، برای راه پیشابدان، برای بقوت کردن مردانگی و یک چند سرهای دیگه هم دارد. راستیش در اینجا گفتن نمیتونم. اگر شما در لازم باشد کامنتار ادبا نویسین پهلوان. دستافک به تمام شهرهای روسیه و حتی به تاجیکستان به تمام شهرها. در شهر دوشنبه رایگان ما هم گرسنه ماندیم، بیرون از خاندان شدیم. و هر چه میگد از پی پیغمبر خدا خانه یک انصاری رفتند. با بعض روایت این جابر بود میگد، حضرت جابر بود میگد خانه جابر رفتند، در را تق تق کردند. عائله جابر میگه از خانه بیرون شد و مجرد این مهمان ها را دیده حضرت دست و پاش میگد مثل شکسته شد که این گونه مهمان ها در خاندان هر کس مهمان نمی شود. گفتن مرحمت. گفتن پیغمبر خدا ابوبکر عمر مرحمت. گفتن شوهرت کجاست؟ گفت برای آب شیرین بیرون از خانه شدن، یعنی طلب آب رفتن، برای آب کشی رفتن. حضرت میگه در خاندان نشستن. یک زمان گذشته بود که این انصاری این جابر میگه در خانه در آمد. وقتی دید پیغمبر خدا را ابوبکر عمر، دیگر هیچ خرسندیش دیگر میگد حد کنار نداشت که محمد در خانه من مهمان شده است، من یک عادی امتی پیغمبر خدا هستم. ابوبکر و عمر اینها یک چراغ امتی پیغمبر خدا در خاندان من مهمان شدند. دیگر دست و پا خورده شد. میگد رسول اکرم گفتند جابر گفتند من حس میکنم که تو بی‌نهایت خرسند شدی، لکن یگان مال شیردار نکشی، یگان جاندار که شیر میداده باشد. مقصد رسول اکرم یعنی یک گاو داشت میگد که او شیر میداد برای تفلکای جابر. گفت همون گاو بحر ما یکی نکند و تو مثال کشته بمانی. گفت حضرت جابر گفت پیغمبر خدا را قبول کردن، رفتن میگه یک گوسفند ذبح کردن و میگد رفته یک از باغ خود میگد یک چند نوده از خرما را نزد رسول اکرم آوردند و رسول اکرم میگد همراه یارها تناول کردند و گفتند جابر ای امتی من اگر علاج باشد فاطمه هم در خانه گرسنه است. فاطمه هم گفت من بهر فاطمه وعده کردم بیرون میشم، بهر تو طعام حاضر میکنم، اگر علاج باشد جابر یک تکه گوشت از همین گوسفند به دختر من حاضر کن. حضرت در حال البته قبول کردند، نزد فاطمه حاضر شدند. فاطمه از روی حسن میگد بسیار و پیغمبر خدا مانند بودند و رسول اکرم میگد بسیار فاطمه را دوست می‌داشتند و دائم در یاد همین فاطمه بودند و حضرت فاطمه را خدا رحمت و مغفرت کند همگی 23 سال حیات دیدن از دنیا گذشتند و اولین کسی که با پیغمبر خدا پیوست شد از ذات اولاد همین رسول اکرم این فاطمه بود که بعد 6 ماه با پیغمبر خدا چیکار کردن؟ رسیدن، حاصل شدن، همراه پدر در جنت جاودانی باقی ماندن.
بعد خوردن این طعام گوسفند و این خرمایی که در پیش ابوبکر و حضرت عمر و حضرت رسول اکرم بود تناول کردند و بعد آن رسول اکرم چی گفتند؟ قسم به عظمتی بزرگی خدا ای ابوبکر ای عمر، از همین نعمتی که الحال ما و شما خوردیم همین خدا از ما و شما پرسان میکنه. از نعمتهایی که ما و شما میخوریم خداوند از همین ما و شما را سوال میکند که آیا حق نعمتی مرا در دنیا خوردی، آیا بجا آوردی یا نه؟ از این ما و شما را سوال میکند. اینجا سوال های خیلی زیاد هم هست. ما البته خواستیم که همه این مصرع های ایجادیات حضرت مولوی را برای شما تحلیل کنیم، لیکن باقیش در باب دنیا هست که دنیا را مذمت میکرد. انشاءالله این باقی این با همراهی همون موضوع دنیایی که به شما وعده کرده بودیم جمعه آینده خدا کرده باشد بس هم شما میرسانیم. راستی بار انتخاب این موضوع دنیا برای چی هست؟ انتخاب این موضوع دنیا که من خود ایره انتخاب کردم برای اون است که حضرت ابو سعید خدری میگوید در یک حدیث مبارک جلس رسول الله صلی الله علیه و سلم علی المنبر، همین منبری که ما یک آدمی پسترین از امت پیغمبر خدا نشسته هستم، در همین منبر میگه رسول اکرم نشست و جلسنا حوله، ما همه صحابه پیغمبر در اطراف همین پیغمبر نشستیم و رسول اکرم میگه از زبان شکرین خود چی گفت؟ این مما اخاف علیکم من بعد ما یفتح علیکم من زهرة الدنیا و زینتها. رسول اکرم میگه این سخن بر ما گفت. چی گفت؟ ای امتی من، گفت من که از بین شما میگذرم، من ابدی با همراهی شما تا قیامت زنده نمیمانم، من از دنیا میگذرم، لکن از یک چیز بسیار بر شما میترسم، این است که درهای زیباگی و زینت دنیا بر روی امتی من کشاده می شود. امتی من این دروازه های زیب و زینت دنیا را برای خودشان اختیار می کنند و از امر آخرت و از عملهای آخرت فراموش می کنند. امروز در اصل بندگان خدا به دنیا داده شدند. امروز تمام اکثر امت پیغمبر خدا را می بینی همه چی است، فقط از پای دنیا دوان است. آیا چرا مسجدهای ما و شما امروز پر نمی شوند؟ زیرا که اکثر امت پیغمبر خدا امروز برای دنیا چیکار کردن؟ یک ساعت عبادت خداست، اون ترک کردن برای یک ساعته، برای 5 سوم یا 10 سوم سامانیه که او سبیلی سرش می شود، برای همون چیکار کردن؟ همون دکان خدا اختیار کردند و فرض الهی را که خدا به سوی این دعوت اونها را میخواند، به سوی این فرضش میخواند، اینا ترک کردن. این برای چی است؟ برای دنیا ساخته. همین دنیا هست که اونها را امروز فریفته کرد. بازیچه طفل فریب این متاع دهر، بازیچه طفل فریب این متاع دهر، به عقل مردمان که بر این مبتلا شود. حضرت تفسیر حسینی میگه، حسین واعظی کاشفی، به عقل مردمان که به این مبتلا شوند. اونا با عقل نیستند. کسانی که امروز بین یک خانه میکند کفایت نمیکند، دویم خانه میچسبد، سوم خانه میچسبد، چهارم یک عمر فقط امارت است. ما نمیگیم امارت نکن، ما نمیگیم آبادی نشود، آبادی شود، آباد کن، خوب کن، لکن در برابرش امارت خدا را و امارت قصرهای جنتی را فراموش نکن. آخه اون طرف هم آباد کردن در کار، این طرف آباد شد، اون طرف هم آباد کردن در کار. 50 سال 60 سال حیات قریب نیست یا چه ما و شما فقط در محبت دنیا و فقط و فقط در ساختمان و در آب و در گل صرفش میکنیم خلاص. با آخر وقتی امتهای احمد، وقتی حضرت ابراهیم که خیلی عمرهای دراز میدیدن، با یکی از زاهدان، با یکی از پیروان خود در یک بیشه میگد رو پرو شد و گفت ای امت ابراهیم، گفت حضرت ابراهیم خطابش کرد، ای پیرو ابراهیم، خانه داره که ما با همراهی تو در خاندان تو رفته مهمان شویم. این حضرت چی گفت؟ و حضرت ابراهیم گفت عمر من، گفت چنان عمری دراز نیست که
من این عمر را گفت فقط و فقط در عمارت کردن صرف کنم. گفت ای پیر، گفت ای پیرانسال، ای مرد، ای موسفید، چند سال عمر داری؟ گفت 400 ساله هستم. 400 ساله هستم، لکن عمر من نه آنقدر عمری هست که من اینه در عمارت و فقط در بنیاد دنیا صرف کنم. 400 ساله عمر. همین حضرت مولوی در نظم در آوردن با آخر وقتی امتهای احمد حضرت ابراهیم به سوی همون پیرانسال 400 ساله گشت و چی گفت؟ با آخر وقتی امتهای احمد با عمر اندک معمیر به حد، ای پیر گفت ای امتی من، ای پیروی من، فراموش نکن گفت یک احمد گفتگی پیغمبر میبراید، یعنی محمد است. امتش بسیار عمر قلیل دارد، بسیار عمر کوتاه دارد، لیکن معمیری به حد دارد، عمارتی بسیار دارد. با عمر اندک معمیری به حد، با عمر 20 و 30 و 40 و 50 کنن معمیرهای خوب رنگین. عمرهاشون 20 سال است، 30 سال است، 40 سال است، 50 سال است، لکن چنان قصرهای دبدبناکی میکنن. بسازن قصرها در اوج رفعت، با باغ و بوستان، ایوان و مسند. چنان قصرهای میکنن که آشیانه هاش دیگر حساب کردن نمیشود. چنان باغهای آراسته میکنن که دیگر حد کنار ندارد. تو با عمری دراز 400 سال نکرده کازما ای پیر خوشحال، تو 400 ساله مردک، 400 ساله عمر داری، چرا یک خانه برای خود بنیاد نکردی؟ لیکن این پیری دانا و پیری خردمند بود. بسوی ابراهیم چی گفت؟ تبسم کرد پیر آمد به گفتار، قسم بر ذات آن دانای اسرار. اگر عمرم چو امتهای احمد، بودی من کردم در سجده مسند. با یک سجده بکردم من تمامش، به روزی حشر می دادم سلامش. اگر عمر من 50 ساله می شد، 60 ساله می شد، قسم بر خدای تو ای ابراهیم که من بر یک سجده بودش می کردم، با یک رکعت نماز، با 2 رکعت نماز بودش می کردم، با سلام همین نماز در قیامت می دادم. از این خاطر مولوی گفتن نزیبد کس به این 2 روزه فرصت، گذارد طاعت و سازد امارت. نمیزیبد، گفت برای بنده مؤمن نمیزیبد که فقط امارت کند و طاعت خدا را یک جای دیگر بگذارد. از این خاطر ما و شما را این دنیا فریفته نکند. دنیا جای ما و شما نیست، زندگی ما و شما غلط نیست، زندگی ما و شما گناه نیست. در بهترین نعمت خدا را میخوریم، بهترین نعمت خدا در زندگی میکنیم، اینها غلط نیست، لکن فراموش نکنید که دنیا برای شما نیست. دنیا مقام دائمی شما نیست. شما را البته ترک میسازد، شما را البته 3 طلاق میکند، شما را از بالای خودش دور میسازد. رسول اکرم چی گفتن؟ اللهم، دعا کردن، لا عیش الا عیش الاخره. خدایا این عیش نیست این دنیا، این دنیا زینت ندارد، راحت ندارد. پروردگارا هر عیش هست، هر راحتی که هست عیش آخرت است. خدایا برای ما آخرت نصیب که گفته حضرت دعا کردن. ما و شما هم باید چیکار کنیم؟ طلبگار فقط آخرت باشیم، با این دنیا دل نبندیم. حاصل دنیا چی باشد؟ ای امین 9 گز کرباس با 3 گز زمین. همین است، هم از حاصل دنیا فقط و فقط همین است. میخوام اینجا یک سوال ها را جواب بگیم برادران امید نشوند. السلام علیکم حضرت داملا. حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت علی، حضرت عثمان را برای ما گپ میزدید، ما خوشحال میشدیم. التماس از شما حضرات، این چند سوالی که میآید من چند تایش که نمیخوانم، همش همین درخواست است که بار دیگر باز برای همین 4 یارا صحبت شود. زیرا امروز کسیته هایی که الحال برادرها خدا برکت دهد، برادرمون ایرج و جمشیدی که در این مسئله ضبط کردن همین کسیته ها ثبت کردن سهم خچون گذاشته ایستادند، از این خاطر تکلیف کردن که همین ها یعنی ثبت کسیتوی می شود تا که ما همین ها را گوش کنیم. از این خاطر اونها تکلیف کردن. ان شاء الله به چشم به جا می آید. خدا خواسته باشد همین موضوع دنیا را میگیم
و موضوع پدر و مادر که یکی از خیلی موضوعهای لازمی و اکثری قوم ما و شما که جوان هاست و صاحب پدر و مادر هستند و اینجا تکلیف های زیاد از مادرها هم اومدگی هست که در حق همین پدر و مادر گپ زنید. انشاءالله اونا گپ میزنیم، بعدا خدا خواسته باشد از چهاریارا صحبت سر میکنیم. دویم، داملا با آدم بینماز ما تجارت شریکی داریم، آیا جایز است؟ یعنی آدم هایی که من چندین بار تحقیق کردم، برادرایی که شما وقتی که دوستی خدا انتخاب میکنید، رفیق خدا انتخاب میکنید، کار کنید که آدمی با نماز باشد، کار کنید که از خدا بترسد. رأس کل الامر مخافت الله. پیغمبر خدا میگه سر همه کارها این ترس خدا میسته. اگر بنده ای که از خدا نترسد، بنده ای که در فکر خدا نباشد، بنده ای که در فکر قرآن و در فکر پیغمبرش رسول اکرم نباشد، پس با او چگونه شریکی میارزی، چگونه با او همنشینی میکنی؟ زیرا او روز از روزها تو را خیانت میکنه، زیرا او از خدا نمیترسد. خالق خودش که خداست از خدا نمیترسد، پس یک مخلوق خداست. تو را در هر صورت چکار میکند؟ فریب میدهد و تجارت شما هم نابرابر و تجارت شما بی برکت میشود. موضع الصلاة فی الدین که موضع رأس فی الجسد. پیغمبر خدا گفتند یعنی اهمیت نماز در اسلام مثل اهمیت سر در بدن است. چگونه که همین سر انسان در بدن چقدر اهمیت دارد، بی سر هیچ کار انجام نمی یابد. بی نمازم مسلمان بودن تو هیچ اظهار نمی شود، هیچ روشن نمی شود. من مسلمانم گفته و بی نمازی کنی، من مسلمانم بی حیایی کنی، من مسلمانم عرق نوشی کنی، من مسلمانم زیناکاری کنی، این طریق مسلمانم میشید است. حضرت جنون میگوید ای جنونی تا توانی صحبتی نیکان گزین، ای جنونی تا توانی صحبتی نیکان گزین، از وصول جاهلانت کندن جان بهتر است. حضرت جنون گفته است اگر تو بخوای که در دنیا و در آخرت عزت بیابی، فقط انسانهای را اختیار کن که صحبت خوب داشته باشند، رفتار خوب داشته باشند، مهربانی ها داشته باشند، اسلام و مسلمان باشند. از وصول جاهلانت کندن جان بهتر است. از اونی که مرا تو در یک دایره بی نماز و دایره یک آدمی که از خدا نمیترسد جاهل است، غافل است، از اونی که در دایره او مرا تو خدایا می آفری یا جایگیر میکنی، از این در کندن جان بدتر است. حضرت بیدل میگوید صالحان از تینت کج تینتان کج می شوند. صالحان از تینت کج تینتان کج می شوند. کفش گردد ز اختلاط پای کج، ناچار کج. البته آدمی که صالح باشد، آدمی که خوب باشد، وقتی همنشین با بینماز کرد، همنشین با آدمی دوست کرد، مثال نشکش کرد، نازکش کرد، سیگارت کش کرد، البته همون چکار میکرد تأثیری او بر این میرسد. کفش گرد از اختلاط پای کج، ناچار کج. همون کفش بین، همین پاپشی هایی که ما و شما میپوشیم راستند، وقتی اگر پا کج باشد عاقبت همون کفش میشد، کج میشود. از این خاطر برادری که این سوال کرده است، از او فقط همین طلب دارم که دوستی خود آدمی مسلمان اختیار کن، بچه‌ای که از خدا بترسد، در تجارت و در تمام کارها با تو چی باشد، یعنی یک صدق و یک رفاقت و یک عدالت و یک خدا ترسی داشته باشد، همون تجارت شما چی می شود؟ با برار می شود. وقتی اگر چنین همنشینا را برای اختیارت کردی، این حالت ده اگر در تجارت تو یگان نقص یگان کمبودی پیدا شد، هیچ کس ملامت نکن مگر نفسی خودت ملامت کن، زیرا که تو شریکی خوب نیافتی، تو همنشینی خوب نیافتی. پیغمبر خدا میگوید مثل جلیس صالح و جلیس السوء كحامل المسك و نافخ الكر، اما ان يحرق ثيابك اما ان تجد ريحا خبيثة.
پیغمبر خدا گفت همنشینی با آدمی خوب و با آدمی ناخوب به منزله دکان عطار است و به منزله با آهنگر نشستن. کسی که اگر با آدمی خوب می نشیند، مثل رسول الله گفتند که با یک دکان عطر فروش